ما تنها به دنیا نمی آییم. از بدو تولد نیروهایی در ما نهادینه شده تا بتوانیم از آنها برای ساخت یک زندگی ایدئال استفاده کنیم. چه بسا که بسیاری از ما با گذر زمان و عبور از مرحله کودکی از قدرت‌های درونی خودمان فاصله می‌گیریم. قدرت به ما یادآور می‌شود که هنوز هم می‌توانیم به دوران اوج شجاعت، توانایی و بیمانندی دست پیدا کنیم که این کار تنها با شعله‌ور کردن قدرت عشق انجام خواهد شد. این میکروکتاب روش دستیابی به یک زندگی جادویی را به شما نشان می‌دهد. روشی که با کمک آن می‌توانید به کشف دنیای درونی خود بپردازید. چرا که وقتی از درون سرشار از عشق باشید، دنیای بیرونیتان بهترین خواهد شد. درباره نویسنده. راندا برن نویسنده معروف استرالیایی است که با نوشتن کتاب راز و تولید یک فیلم از آن توانست مخاطبان بسیاری را به خواندن آثارش دعوت کند و زندگی انسان‌های زیادی را نجات دهد و امید به زندگی را به آنها بازگرداند. او در سال 2004 پس از مرگ پدرش دچار افسردگی شدید شد و با تشویق دخترش شروع به مطالعه کتاب‌های روانشناسی قدیمی و تحقیق درباره تفکر مثبت و قوانین جذب کرد. او زندگی خود را در راه اشاعه این فرهنگ وقف نموده و پس از کتاب پرفروش راز دست به انتشار کتاب‌های کاملتری مثل معجزه، قهرمان، قدرت و غیره کرده است که هر کدام به صورت تخصصی تر به مباحث قانون جذب می‌پردازند. مقدمه. داستان از 9 سپتامبر 2004 شروع شد. زمانی که همه زندگیم در تاریکی فرو رفته بود. دخترم کتابی بسیار قدیمی بهم داد تا بخونم. وقتی مشغول مطالعه شدم، دری تازه به روی دنیای تاریکم باز شد و به رازی پی بردم که هیچ وقت از وجودش آگاهی نداشتم. این کتاب باعث شد تا من با دید دیگه‌ای به دنیا نگاه کنم. همیشه فکر می‌کردم اتفاقات زندگیم بدون دخالت من رخ میدن و باورم بر این بود که هیچ نقشی در این رویدادها نداشتم. اما فهمیدم که عمری رو در اشتباه به سر می‌بردم. تصمیم گرفتم که دانسته‌های خودم رو با دیگران به اشتراک بذارم و به همین دلیل کتاب راز و معجزه رو منتشر کردم. البته فیلم راز نقش مؤثری در معرفی این قانون داشت، اما من می‌خواستم که ابعاد بیشتری از قانون راز یعنی قدرت رو به شما بیاموزم. فراموش نکنید که شما شایسته بهترین ها در زندگی هستید و میتونید به هر چیزی که میخواید برسید. شایستگی در هر چیزی وجود داره. مثلا اگه دوست داری کسب و کاری برای خودت داشته باشی، بدون که شایسته اون هستی. اگه همیشه به دنبال داشتن بهترین روابط هستی، بدون که شایستگی اون رو داری و هیچ چیزی نمیتونه این شایستگی رو از تو بگیره. شایستگی نشون میده که تو لیاقت این رو داری که به چیزهایی که علاقه‌مند هستی دست پیدا کنی. یادت باشه که اگه به دنیا اومدی به این معناست که باید زندگی کنی، نه اینکه بجنگی. تو خلق نشدی که سختی بکشی، ناراحت باشی و از اهدافت فاصله بگیری. تو خلق شدی تا به معنای واقعی کلمه لذت ببری و زندگی کنی. بین تو و چیزی که به اون علاقه داری فاصله کمی وجود داره، چرا که قدرت رسیدن به خواسته ها درونت نهادینه شده. فقط باید اونها رو به کار بگیری. فصل اول. قدرت چه مفهومی دارد؟ قدرت میتونه مفهوم خودش رو در زندگی تو نشون بده، به این صورت که یا خوشبختی یا بدبخت. به زندگیت نگاه کن. اگه جنبه‌های مثبت و شادی‌آور اون بیشتر باشه، یعنی از قدرت درونی مثبت خودت برای ساختن زندگیت استفاده کردی. اما اگه همیشه در حالت ناراحتی، خشم، فقر و هر مورد منفی دیگه‌ای به سر ببری، یعنی قدرت درونی منفی خودت رو به کار بستی تا زندگیت رو به نابودی بکشونی. کسانی که همیشه حالشون خوبه، مفهومی به نام عشق در زندگیشون جاریه. نیروی عشق اونقدر قدرت داره که همه دانشمندان، فلاسفه و پیامبران الهی در مورد اون سخنهای فراوانی گفتن. اما انسانهای زیادی در این دنیا وجود دارن که از این نیرو خبر ندارن.
محتوای عشق در هر زبانی و با هر مفهومی یک پیام حقیقی داره و اون چیزی نیست جز خود عشق. وقتی با همه وجودتون و با یک شادی درونی به سمت چیزی میرید یا به کسی عشق میدید، بزرگترین جریان این نیرو رو به کار گرفتید و بهترین هر چیزی رو جذب میکنید. قدرت عشق. مفهوم حقیقی عشق معنایی بسیار عمیق داره و با عشقی که نسبت به اعضای خانواده و دوستای خودتون دارید متفاوته. عشق یک قدرت عمیق و غیر قابل نابودیه که هیچ وقت ضعیف و بی ارزش نمیشه. هر چیز مثبت و نیکی که توی زندگی وجود داره به دلیل حضور عشقه. نمیتونیم عشق رو لمس کنیم چون محسوس نیست، اما حقیقتیه که همیشه وجود داره و اصلیه که برای همه بشریت به اثبات رسیده. عشق قدرتی داره که از هر قدرتی در طبیعت و نیروهای کائنات نیرومندتره. بدون عشق هیچ چیزی در این کره خاکی وجود نداره. دنیای بدون عشق با دنیایی سرشار از نیستی برابری میکنه. در واقع اگه قدرت عشق از بین بره، بشر هم با اون به نابودی کشیده خواهد شد. اگه بشر امروزه به این سطح از پیشرفت رسیده به خاطر عشقه. عشق برادران رایت به پرواز باعث شد که امروز بتونیم با هواپیما سفر کنیم و به سطح قابل قبولی از رفاه برسیم. عشق کمک به انسانها باعث شد که افرادی جون و مال خودشون رو برای نجات جون انسانهای بیمار به خطر بندازن. عشق مثل نیروی محرکه عمل میکنه. فرقی نداره که به چه چیزی علاقه داری. تنها با عشق که میتونی قدم برداری. عشق باعث میشه که تو برای بودن، زندگی کردن و داشتن هیجان در زندگی انرژی و یک کشش درونی داشته باشی و در همه جنبه‌های زندگیت به تسلط برسی. اگه میبینی که توی زندگیت هیچ چیز سر جاش نیست، به این دلیله که تو انتخاب کردی تا روی هیچ چیزی کنترل نداشته باشی. این موضوع باعث میشه که به سمت و سوی کشیده شی که علاقه‌ای به اون نداری. تو همیشه در حال انتخاب کردن هستی. به همین دلیل هر وضعیتی که در اون قرار داری نتیجه انتخاب‌های توست. اگه میبینی همیشه خوشحالی و احساس خوبی داری، به این دلیله که عشق رو انتخاب کردی. و اگه میبینی که غم از زندگیت بیرون نمیره، به این خاطره که انتخاب کردی عشقی توی زندگیت وجود نداشته باشه. قوانین عشق. در جهان قوانین طبیعی وجود داره و این دنیا بر اساس اون کنترل میشه. قوانین طبیعت و هوانوردی باعث میشه که یک هواپیما بتونه پرواز کنه. این قوانین در عشق هم وجود داره. برای اینکه بتونید توی زندگی خودتون قانون عشق رو به جریان بندازید، باید با قانون جاذبه آشنایی داشته باشید. قانون جاذبه در همه طبیعت وجود داره و باعث شده که هر چیزی سر جای خودش قرار داشته باشه. با وجود قانون جاذبه است که خورشید و ستارگان سقوط نمی‌کنند و میتونیم نظم حاصل از قانون جاذبه رو در هر جای طبیعت ببینیم. نیروی جذب باعث شده که انسان‌ها به سمت هم کشیدشن و جوامع رو تشکیل بدن. قدرت قانون جاذبه به شما کمک میکنه تا به چیزهای علاقمند شید و سبک‌های خاصی رو در زمینه‌های مختلف دنبال کنید. قدرت جاذبه عشق. وقتی در مورد جاذبه حرف میزنیم، باید بدونید که ارتباط مستقیمی با عشق داره. وقتی به سمت چیزی خاص، مثلا یک غذا یا یک سبک موسیقی جذب میشید، یعنی عاشق اون غذا یا موسیقی هستید. بدون قدرت جاذبه همه چیز برای شما یکسان و بی‌معنی خواهد بود. جاذبه باعث میشه که بفهمید به چه چیزی علاقه دارید و میخواید در چه زمینه ای کار کنید. بدون جاذبه شما به هیچ موضوعی، لباسی، غذایی، ورزشی و هیچ چیز دیگه‌ای علاقمند نخواهید شد. این نیروی جاذبه در شما احساس دوست داشتن ایجاد میکنه. اصلا قانون جذب این معنا رو به زندگی میده که هر چیزی که بدید همون رو دریافت خواهید کرد. به همین دلیله که میگن از هر دستی که بدی از همون دست میگیری. این به تو بستگی داره که بخوای چه چیزی بدی.
اگه خوبی و خیر خواهی بدی، همون رو با شدت بیشتر توی زندگی خودت دریافت خواهی کرد. اگه بدی کنی و با افکار و احساسات پلید خودت باعث رنجش دیگران بشی، هرگز روی آرامش رو توی زندگیت نخواهی دید. به این ترتیب تو مثل یک آهنربا عمل می‌کنی و به سمت هر جریانی که کشیده شی، انسان‌ها و موقعیت‌هایی رو می‌بینی و تجربه می‌کنی که تو رو به سمت چیزی که انتخاب کردی هدایت می‌کنن. تو فکر می‌کنی و قانون جذب به افکار تو پاسخ میده. اگه در مسیر انگاره‌های منفی قرار گرفتی، میتونی با تغییر افکار و باورهای خودت جریان ارسال و دریافت بازخورد از قانون جذب رو به نفع خودت تغییر بدی. این مهم نیازمند اینه که به سمت جریانات مثبت و سرشار از عشق کشیده شی. افکار مثبت و افکار منفی. هر فکری با خودش صدا و تصویری به همراه داره. وقتی به موضوع خاصی فکر میکنی، صداهای مختلفی رو در مورد اون توی گوش خودت میشنوی و این باعث میشه حرفهای متناسب با طرز فکرت رو به زبون بیاری و در مسیر متفاوتی قدم برداری. وقتی ذهنت بر اساس افکار منفی برنامه ریزی شده، چیزهایی رو میبینی و جذب میکنی که هیچ علاقه‌ای به اونها نداری. به همین دلیل دائما احساس بدبختی میکنی. مثلا اگه کفشی رو دوست داری و در مورد اون حرفهای خوب بزنی، اون کفش رو به زندگیت دعوت خواهی کرد. اما اگه بگی که این کفش قیمت بالایی داره، اصلا به این قیمت نمیارزه و فروشنده قصد دزدی کردن داره، کفش‌های ارزون به سمتت سرازیر نمیشن. بلکه هر جا برای خرید کفش میری، اونایی که گرون قیمت هستن در مقابل چشمات ظاهر خواهند شد. هر انرژی منفی که شما به دنیای پیرامون خودتون ارسال میکنید، خودتون رو از داشتن یک زندگی شاد و رؤیایی دور میکنید. اگه میبینید که برخی زندگی خوبی دارن، به این دلیله که فقط در مورد امور مثبت زندگی و چیزهایی که دوست دارن حرف میزنن. حالا که وارد این دنیا شدیم، باید زندگی کنیم و داستان خوبی برای خودمون بسازیم. کاری که باید انجام بدی اینه که در مورد چیزهایی سخن بگی که دوست داری. بیشتر اوقات انسان‌ها به صورت ناخودآگاه در مورد نکته‌هایی حرف میزنن که هیچ علاقه‌ای به اونها ندارن. اگه آگاهانه روی چیزهایی که میخواید در موردش حرف بزنید فکر کنید و بهترین اونها رو انتخاب کنید، به این ترتیب از موقعیت‌هایی که باعث ناراحتیتون میشه دوری میکنید. اما اگه فقط از پیشامدهای بی ارزش زندگی حرف بزنید، شرایط زندگی رو برای خودتون سخت خواهید کرد. اگه میخوای با یه دوست در مورد روزی که پشت سر گذاشتی حرف بزنی، فقط به موارد مثبت اشاره کن. مثلا به قرار ملاقاتی که به خوبی پیش رفت، از ناهاری که بسیار گرم و خوشمزه بود و از سود خوبی که در یک معامله به دست آوردی بگو و حتی در موردش بزرگنمایی کن. برای قدرت عشق و قدرت قانون جاذبه فرقی نمی‌کنه که شما چه کسی و با چه موقعیتی هستید. هر زمانی که عشق رو از زندانهای ذهنی خودتون آزاد کنید و اجازه بدید که در ضمیر ناخودآگاهتون حاضر شه، اون وقته که تغییر رو خواهد داد. عشق و جاذبه نیروهای عظیم درون ذهنت هستن و برای رسیدن به زندگی رویایی باید عشق بورزی و بر اساس قوانین اون عمل کنی. فصل دوم. قدرت بیکران احساسات. احساس چیزیه که از زمان تولد همراه تو بوده و در تمامی اعضای درونی و بیرونی تو جریان داره. حس بینایی، شنوایی، بویایی و لامسه به تو کمک میکنه تا بتونی هر چیزی رو توی زندگیت احساس کنی. هر چیزی که به زبون میاری و به هر نکته‌ای که فکر میکنی به خاطر احساسه که وجود داره. اما همیشه اینطور نیست که ما افکار خوبی توی ذهن خودمون داشته باشیم. ممکنه که تو هر روز به چیزهای مختلفی فکر کنی، اما اونقدر این افکار بی ارزشه که هیچ حس قوی و پرجاذبه‌ای رو درون تو ایجاد نمی‌کنه. به همین دلیل زندگیت روی یک روال تکراری خسته کننده در جریانه. اون چیزی که فکر می‌کنی مهمه. افکار تو مثل موتورهای یک کشتی غول پیکر و احساسات تو مثل سوخت اون عمل میکنه. تا وقتی سوخت خوبی به موتور کشتی نرسه نمیتونه حرکت کنه.
برای همینه که بعضی از کشتی‌ها همیشه در کنار بندر لنگر انداختن. به همین دلیله که میگیم افکار و کلام با احساسات جون میگیرن و تو رو به سمت جلو هل میدن. اونا تکمیل کننده هم هستن، چون احساسات بخش مهمی از نیروی فکر و کمال تو رو تشکیل میدن. هر حرفی که میزنی احساسی رو با خودش به همراه داره. مثلا اگه بگی من رئیس بدی دارم و نمیتونم دیگه اونو تحمل کنم، این حرف یه نوعی از احساسات منفی رو توی فضا منعکس میکنه و باعث بدتر شدن رابطه تو با رئیست خواهد شد. اما وقتی بگی که من با انسانهای فوق‌العاده‌ای کار میکنم، این حرف احساس خوبی رو در خودت و فضایی که در اون کار میکنی ایجاد میکنه. به همین ترتیب باعث میشه زمانی که سر کار هستی همیشه احساس خوبی داشته باشی. احساس از دو حالت خارج نیست، یا مثبت یا منفی. احساسهایی که خوب هستن از عشق سرچشمه میگیرن و احساسهایی که بد هستن نشون میدن که میزان عشق موجود در زندگیت بسیار پایینه. قاعده کلی احساس خوب اینه که اگه سرشار از اون باشی، عشق و حس خوب بیشتری از محیط اطراف خودت دریافت میکنی. این موضوع در خصوص احساسهای بد هم صادقه. اگه احساس بدی داشته باشی، به مراتب نیروی احساسی منفی بیشتری از خودت ساطع میکنی و نتیجه مخرب اون رو توی زندگیت در قالب مشکلات و ناراحتی‌های روحی و جسمی مشاهده خواهی کرد. حس خوب ارتباط مستقیمی با افکار خوب داره. اگه حس خوبی داشته باشی، افکار مثبت و شیرینی به ذهنت میرسه و برعکس اون اینه که اگه حس بد داشته باشی، دائم توی ذهنت با دیگران در نبرد و ستیز هستی و لحظه ای رنگ آرامش رو نخواهی دید. میتونی به احساسات خوبت اعتماد کنی. اگه در یک لحظه احساس خوبی داری، نگران چیزی نباش. احساس خوب تو اون قدرت رو داره که روی افکار، کلام و رفتار تو هم تأثیر مثبت بگذاره. به این ترتیب میتونی به سادگی عشق رو به سمت خودت جذب کنی و از همه لحظات زندگیت لذت ببری. خوب یعنی خوب. چقدر خوب بودن مهمه؟ وقتی میگی خوب هستی، یعنی توی زندگی و کارت اوقات خوب و متعادلی رو سر میکنی. خوب بودن به این معنی نیست که تو عالی هستی و در شرایط شگفت‌انگیزی به سر میبری. اگه فقط احساس خوبی داشته باشی، زندگی تو فقط خوب خواهد بود و هیچ تغییری نمیکنه. باید از خوب بودن به سمت عالی بودن گذر کنی. وقتی بتونی به معنای واقعی خوب بودن رو در همه امورات زندگی خودت احساس کنی، اون وقته که زندگی بهترین روی خودش رو به تو نشون خواهد داد. برای اینکه بتونی همیشه به صورتی واقعی احساس خوبی داشته باشی، باید اون رو بروز بدی. مثلا اگه خوشحالی، بلند بخند، یا اگه هیجان داری، اونو با زبون بدنت به دیگران نشون بده و هیجانت رو تخلیه کن. وقتی بتونی احساسات خوبت رو بیرون بریزی، اون وقته که میتونی وارد اعماق بیشتری از خوب بودن شی و انرژی مثبت بیشتری از دنیای اطرافت دریافت کنی. برای اینکه این نوع از احساسات رو وسعت بدی، به دنبال چیزهایی باش که به اونها علاقه زیادی داری. مثلا من به شمارش کسانی می پرداختم که توی زندگیم دوستشون داشتم، یا به صداهای ذهنی مثبتم عمیقاً گوش می دادم. به این ترتیب هر چقدر که جلو می رفتم، احساس خوب بودن در من افزایش پیدا می کرد. یادت باشه که تو خالق زندگی خودت هستی و می تونی داستان زندگیت رو هر طوری که دوست داری بنویسی. هر احساسی که از خودت بروز می دی تعیین می کنه که می خوای چه زندگی داشته باشی. برای جذب احساسات مثبت و خوب، از به کار بردن کلمه اگر خودداری کن. نگو اگه خونه منم بزرگ بود خوشبخت بودم. اگه توی شغل دیگه‌ای فعالیت می‌کردم خوشحال‌تر بودم. یا اگه پول بیشتری داشتم میتونستم به زندگی رؤیایی خودم برسم. هیچ وقت به چیزهایی که با اگر شروع می‌کنی نخواهی رسید. حتی اگه در طول یک روز میلیون‌ها بار اون رو به زبون بیاری. باید احساسات خودت رو تغییر بدی. مثلا اگه خواهان شادی هستی، شاد باش، بخند و خنده‌های خودت رو به دیگران هم منتقل کن. احساس خوب داشتن نسبت به شرایط زندگی خودت باعث میشه که به مرور زمان همه اونها رو به دست بیاری و با چشمان خودت وجودشون رو توی زندگیت ببینی.
خودت رو تحت کنترل بگیر و اجازه نده که تحت تأثیر نیروهای منفی بیرونی قرار بگیری. فصل سوم، تکرار احساسات. هر چیزی که توی دنیا وجود داره مثل آهنربا دارای امواج مغناطیسیه. این موضوع شامل افکار و احساسات تو هم میشه. وقتی که احساسات خوبی داری یعنی روی موج مغناطیسی مثبتی قرار گرفتی و احساسات بد نشون میده در امواج منفی فاقد عشق گیر کردی. اگه همیشه روی موج مثبت قرار داشته باشی، تکرار این نوع از احساسات باعث میشه که انسان‌ها، موقعیت‌ها و رویدادهای بسیار شادی رو به سمت خودت جذب کنی. به این ترتیب تو خودت به یکی از زمینه‌های ایجاد کننده شادی در محیط اطرافت تبدیل خواهی شد. با قرارگیری روی فرکانس‌های مثبت تو میتونی زندگی تو به هر سمتی که دوست داری هدایت کنی و هر نتیجه‌ای که خواهان اون هستی رو به دست بیاری. موندن روی فرکانس‌های مثبت ارتباط مستقیمی با رابطه‌هایی که توی زندگیت هست داره. اگه با افرادی در ارتباط باشی که همیشه در مورد موضوعات خوب حرف میزنن و از چیزی شکایت نمی‌کنن، باعث میشه که همیشه روی فرکانس مثبت قرار بگیری. اما ارتباط داشتن با انسان‌های منفی اجازه نمیده که فرصتی برای قرارگیری روی موج مغناطیسی مثبت داشته باشی. البته خودت نقش مهمی در رابطه با احساسی که میخوای اون رو به دست بیاری داری. مثلا ممکنه در مورد پول احساس شادی، ناراحتی، کمبود یا افسردگی داشته باشی. هر کدوم از این احساسات به دنبال خودشون جریان دیگر رو به وجود میارن. مثلا تکرار احساس شادی نسبت به پول باعث میشه که احساسات مثبت رو هم به سمت خودت جذب کنی و در کنار اون پول بیشتری هم به دست خواهی آورد. اگه میخوای به سفر بری اما پول کمی داری، احساس ناامیدی به سمت تو سرازیر میشه. این احساس زمینه‌های نرفتن به سفر رو برای تو فراهم میکنه. همه ما روی وضعیت خلبان خودکار یا اتوپایلوت هستیم. یعنی عادت کردیم که در مواقعی که احساس خوبی داریم خوشحال باشیم و در زمانهایی که با موضوع ناراحت کننده‌ای روبرو میشیم احساس ناراحتی داشته باشیم. احساسات همه چیزه و حتی میتونه نتیجه نهایی رو هم تغییر بده. سعی کنید در شرایطی که براتون مشکلاتی رخ میده به جای احساسات ناگهانی و غیر قابل کنترل به خودتون مسلط باشید و به صورت آگاهانه نیمه پر لیوان رو ببینید. به جای اینکه با شدت دادن به احساسات بد خودتون رو در یک دایره منفی گیر بندازید، میتونید با تغییر روند احساسات خودتون همه چیز رو تغییر بدید. باید بدونی که داشتن احساس منفی نسبت به هر چیزی نمیتونه در اون موضوع خاص تغییری ایجاد کنه و تو رو در مسیری که دوست داری قرار بده. به همین دلیل بهتره به این حقیقت پی ببری که همه لحظات زندگی ما چه تلخ باشه چه شیرین یک فرصته. فرصتی برای متحول شدن و دگرگون کردن احساسات تکراری که همیشه اون رو با خودت حمل میکنی. فرقی نداره که در گذشته تا چه مدت روی موج منفی قرار داشتی. زمان حال اهمیت داره. همین حالا اگه بخوای میتونی در یک چشم به هم زدن موج منفی خودت رو به سمت موج مثبت تغییر بدی. به این ترتیب دیگه رنگی از زندگی گذشته رو نخواهی دید. شاید در این راه بهونه بیاری و اوضاع نابسامان و شرایط سخت خودت رو گردن دیگران بندازی. اما این کارا فایده‌ای نداره و هیچ چیزی رو هم در لحظه تغییر نمیده. شاید برای مدت کوتاهی فکر کنی که از زیر بار مسئولیت احساسات منفی رهایی پیدا می‌کنی. اما چرخ روزگار باعث میشه که خودتو هم روزی سرزنش شی. شاید غرغر کردن از زمین و زمان رایگان باشه و فکر کنی که هیچ ضرری به کسی نمیرسونی چون تنها با خودت غر میزنی. اما نتیجه اون چیزی جز سرازیر شدن انبوهی از مسائل منفی توی زندگیت نخواهد بود. گنجینه لغات ذهنتو بررسی کن و هر چیزی که منفی و ناراحت کننده است برای همیشه از مغزت پاک کن. کلماتی مثل ترس، وحشت، منزجر کننده، افتضاح، خطرناک، ناراحت و کلماتی از این دست با خودشون موجی از احساسات منفی به همراه دارن. هر چقدر این کلمات رو بیشتر تکرار کنی همونو توی زندگی تجربه خواهی کرد.
پس بهتره که برای هر کدوم از لغات منفی که توی ذهنت جا خوش کردن یه معادل مثبت به کار بگیری و اون رو اونقدر تکرار کنی که ملکه ذهنت شه. به عنوان نمونه میتونی از این کلمات استفاده کنی: شجاعت، جذاب، عالی، پرهیجان، خوشحالی و خوشبختی. دنیای بیرونی شما بر اساس اتفاقاتی که درونتون میفته شکل میگیره. به همین دلیل هیچ چیزی از بیرون به درون شما وارد نمیشه. نیروهای مثبت درونی تو باعث میشه که به مردی که در کنار خیابون زمین میخوره کمک کنی و در عوضش جای پارک خوبی گیرت میاد. همچنین اگه هنگام یک ناهار کاری پشت سر یکی از همکارات حرف بزنی، بعد قلق‌ترین مشتری که روی کره زمین وجود داره سر راهت سبز خواهد شد. انتخاب یک فعل خوب از قدرت عشق درون تو سرچشمه میگیره و میتونه زندگی رو برات ملایم‌تر و رضایت بخشتر کنه. لازم نیست خیلی به خودت سختی بدی. زندگی امروزه سرشار از استرسه و گاهی اگه حرفی نزنیم و با کسی درد دل نکنیم از درون متلاشی میشیم. همین که بتونی تنها 50% از افکار، گفتار و رفتارت رو با کمک قدرت عشق مثبت کنی، قله موفقیت رو فتح کردی. به مرور زمان همین 50% به تو کمک میکنه تا بیشتر مواقع نیمه پر لیوان رو ببینی و به جای غر زدن سپاسگزار خداوند و نعمتهای الهی او باشی. به همین راحتی یه روزی که میتونه سرشار از ناراحتی باشه رو به روزی خوشیوم تبدیل خواهی کرد. این 50% نیاز به تلاش داره. باید تلاش کنی و دست از زندگی کردن در گذشته برداری. دائم برای آینده نقشه نریز، طوری که یادت بره در حال انجام چه کاری بودی. زندگی در گذشته و سفر کردن به آینده اجازه نمیده که قدرت عشقی که در زمان حال وجود داره رو احساس کنی. باید هر روز از همون لحظه‌ای که بعد از یک خواب طولانی چشمای خودتو باز می‌کنی برای قرار گرفتن روی قله موفقیت تلاش کنی. وقتی یه روز به قله رسیدی، روز بعد صعود بهتر و آسونتر. فصل 4: قدرت و آفرینش. برای اینکه از قدرت عشق برای خلق پول بیشتر، سلامتی، کار، تجارت و روابط اجتماعی استفاده کنی، باید 3 فرایند ساده رو به کار بگیری. 1. فرایند اول، تصور کن. ذهنتو به کار بنداز و از اون برای تمرکز کردن و همچنین تصور کردن استفاده کن. باید خودتو در شرایطی تصور کنی که انگار به خواستهات رسیدی. 2. فرایند دوم، احساس کن. نباید از احساس کردن غافل شی. تصور کردن باید با احساسات همراه باشه. تا زمانی که در حال تصور کردن چیزی هستی به اون عشق و محبت داشته باش و لبخند بزن. هم تصور کن و هم احساس کن که به خواستهات رسیدی و از شوق رسیدن در پوست خودت نمی گنجی. 3. فرایند سوم، دریافت کن. وقتی فرایند جذب خواستهات بر اساس 2 فرایند قبلی باشه، قدرت عشق به هر طریقی زمینه‌های رسیدن تو به خواستهات رو فراهم میکنه. بنابراین وقتی به خودت میای متوجه میشی که به آرزوت رسیدی و خوشحال هستی. خواستن یک آرزو باید با تمام وجودت انجام شه. آرزویی که واقعیه و تو واقعا اون رو میخوای. حرارت بالایی داره. تو با فکر کردن به اون حس و حال عجیبی پیدا میکنی. انگار که دیگه خودت نیستی و در عالم دیگه‌ای قرار داری. لحظه‌ای که به خواستت فکر میکنی باعث میشه ذهنت به پرواز در بیاد و در عالم دیگه‌ای از سرشار شدن در خواستت لذت ببری. اگه این احساسات درونی رو داشته باشی نشون میده که خواستت حقیقیه و به اون میرسی. تصور تو باید با خلاقیت همراه باشه. تصور کن که همیشه در دل خواستهات هستی و هیچ چیزی هم نمیتونه این جریان رو قطع کنه. قانون جاذبه از هر احساسی که داری کپی برداری میکنه و اون رو سر راه زندگیت قرار میده. مثلا اگه از اندام خودت ناراضی هستی و اضافه وزن داری، نباید به چاقی و بد هیکل بودن فکر کنی. تصور کن که اندام زیبایی داری و به خاطر اون میتونی به همه دنیا عشق حقیقی هدیه کنی، چرا که زیبایی با خودش زیبایی به همراه میاره.
فرقی نداره که در چه وضعیتی هستی. چیزی رو تصور کن که دوست داری باشی و شخصیت درونی و بیرونی تو رو در بر میگیره. این موضوع با کمک ایمان رخ میده. ایمان همون باوره. وقتی باور کنی که لایق رسیدن به رؤیاهات هستی، چه چیزی میتونه جلوی تو رو بگیره؟ هیچ چیز. تنها مانع حقیقی خودت هستی. تخیل. باور کن که تخیلات تو رنگ دیگه‌ای از دنیای واقعی توست. هرچی تخیل کنی اونو جذب خواهی کرد. این قانون به همون اندازه‌ای که شیرینه به همون اندازه هم میتونه خطرناک باشه. خطرناک بودن اون به این دلیله که اگه توی ذهنت به آزار انسانهای دیگه بپردازی، همون موضوع با شدت بیشتری به سمت خودت برمیگرده. تخیل تو به خودت تعلق داره و آزادی که هرچی دوست داری رو در اون پرورش بدی و به جریان بندازی. اما باید مراقب عواقب اون باشی. به جای به دردسر انداختن خودت روی تخیل مثبت کار کن. مثلا اگه خواهان شادی هستی، قدرت عشق اون رو به تو میبخشه و میتونی از نتایج شگفت‌انگیز اون لذت ببری. به این فکر نکن که عرضه انجام کاری رو داری یا نه. تخیل تو میتونه آزادانه پرواز کنه. نباید با ترس و داشتن تردید خودت رو از رسیدن به جایگاهی که لیاقتش رو داری محروم کنی. اگه میبینی افرادی تونستن که خودشون رو در بین صفحات تاریخ قرار بدن، به این دلیله که جرأت تصور هر چیز غیر ممکنی رو داشتن. یه بار جرأت کن و این فرصت رو به خودت بده تا جایگاهی که دوست داری رو به دست بیاری. اولین قدم همیشه سخت‌ترینه. اما وقتی اولین قدم رو برداری، ادامه مسیر برات راحت تر خواهد شد. با تمام حواس پنجگانت تصور کن. از قدرت بویایی، چشایی، بینایی و لامسه استفاده کن تا احساسی واقعی به رؤیاهات بدی. وقتی تونستی که در فرایند خلاقیت نقش خودت رو به خوبی ایفا کنی، وارد جهان تازه‌ای خواهی شد. جهانی که در اون نشدن و نتونستن معنایی نداره. چرا که همه چیز بدون هیچ شکی به فعل شدن خواهد رسید. فصل 5. احساسات خلق کننده هستند. وقتی به دیگران عشق میدید، باعث میشه که سر تا سر زندگی خودتون سرشار از عشق و شور حیات شه. احساسات هم حاوی امواج مغناطیسی هستند و موج اون اطراف شما رو احاطه میکنه. شما هر جایی که برید این امواج مغناطیسی رو با خودتون حمل خواهید کرد. هرچقدر که از دریچه زبان، افکار و اعمالتون با دیگران ارتباط برقرار کنید و عشق بورزید، به همون میزان هم عشق دریافت خواهید کرد. این موضوع باعث میشه که شما میدان امواج مغناطیسی مثبت پیرامون خودتون رو افزایش بدید. این میزان عشق و علاقه‌ای که از خودتون منتشر میکنید باعث میشه که بتونید راحت تر پدیده‌های مورد علاقه خودتون رو جذب کنید. شدت و قدرت میدان مغناطیسی شما زمینه‌های این رو فراهم میکنه تا مراحل تصور، خلاقیت و خیال پردازی رو سریعتر طی کنید و به خواسته‌های خودتون برسید. وقتی بتونید از دریچه عشق به هر چیزی که در دنیا وجود داره نگاه کنید، اون وقته که جز عشق چیزی سر راهتون قرار نخواهد گرفت. برای اینکه در این مسیر متوقف نشید، نباید آرزوهای خودتون رو بزرگ و غیر قابل دسترس تصور کنید. به این فکر کنید و باور داشته باشید که آرزوهاتون مثل یک نقطه هستن. مهم نیست که آرزوهاتون چقدر بزرگ و چقدر عجیب و غریبن. هر آرزویی که دارید در مقابل قدرت عشق، علاقه و انگیزه های درونی شما بسیار کوچکه. به همین دلیل به راحتی به هر چیزی که میخواید میرسید. شاید حوادث ناگواری توی زندگیتون رخ داده باشه. نباید در مسیر ناراحتی قدم بردارید. بالاخره اتفاقیه که افتاده و حالا باید در لحظه‌ای که در اون قرار دارید عشق بورزید. به لحظه، به هستی و به فرصتی که توی زندگی به شما داده شده عشق بورزید و سپاسگزار باشید. عشق مثل سدی در مقابل انرژی منفی حوادث ناگوار ایستادگی میکنه. اما با وجود درمان و مراقبت‌های پزشکی بهبود پیدا نمی‌کنید. این اتفاق به این دلیل رخ میده که شما دائم به بیماری و ناراحتی فکر میکنید تا درمان.
اگه بیماری و احساس ناتوانی میکنی باید معادله رو به نفع خودت تغییر بدی. به این فکر نکن که چقدر بیماری و چقدر تا سلامتی فاصله داری. تنها باید با ایجاد احساسات مثبت درون خودت هر احساس منفی و ناخوشایند رو از خودت دور کنی. تمام ابعاد زندگی خودت رو از عشق لبریز کن. ایجاد احساسات خوشایند درونی به تو کمک میکنه تا سمت بهبودی کامل حرکت کنی. هر لحظه این موضوع رو تصور کن که سلامتی، ثروت، خوشبختی و هر چیزی که میخوای رو در آغوش گرفتی. به این ترتیب متوجه میشی که در دنیای جدیدی قدم گذاشتی که مطابق با خواسته های درونی توست. همیشه به خودت بگو با اراده و عزم راسخی که دارم در هر شرایطی که باشم میتونم خوشحالی رو به زندگی خودم دعوت کنم. همه چیز در اختیار منه و من انتخاب میکنم که خوشبخت باشم. اگه در مسیر تغییر باورهای خودت به این نتیجه رسیدی که دائم با خودت میجنگی و از خشم و ناراحتی فرار میکنی، دست نگه دار. نباید با خودت بجنگی. نباید خودتو تحت فشار قرار بدی. وقتی که عشق رو به زندگیت دعوت کنی، جایی برای خشم و ناراحتی باقی نمیمونه. اما اگه مقاومت کنی، احساسات بد و موقعیت‌های ناراحت کننده قوی تر میشن و هرگز طعم شیرین آرامش و خوشی رو نخواهی چشید. خودتو رها کن و از پنجره زیبایی به نظاره دنیا بنشین. در این راه باید از قدرت تخیل خودت هم استفاده کنی. هم فکر و هم احساس باید در کنار هم باشن تا بتونن تو رو به موفقیت برسونن. فصل 6. زندگی تسلیم خواسته های شماست. زندگی به دنبال خواسته های شماست. یعنی زندگی میخواد هر چیزی که دوست داری رو برات فراهم کنه، چرا که از افکار و باورهای تو تغذیه میکنه. به همین دلیل اگه در حال حاضر در هر وضعیتی قرار داری، به خاطر افکار و احساساتیه که زندگی خودت رو با اون تغذیه کردی. اگه میبینی که 2 نفر عاشقانه به هم عشق میدن و تو دوست داری که چنین عشقی داشته باشی، باور کن که کائنات صدای تو رو شنیده و میخواد چیزی که دوست داری رو سر راهت قرار بده. اما این اتفاق فقط زمانی رخ میده که تو احساس خوبی نسبت به چیزی که دیدی داشته باشی. اگه زمانی که 2 زوج عاشق رو میبینی احساس غم و ناراحتی درونی به تو دست بده، یه عشق حقیقی رو از خودت دور میکنی. با این احساسات تو به کائنات این حقیقت رو میرسونی که میخوام تنها و غمگین باشم. به این ترتیب کائنات فرمان برداری میکنن و تو تنها و غمگین به زندگی ادامه میدی. بر اساس قانون جذب تنها تو در این دنیا حضور داری و همه چیز طبق خواسته تو انجام میشه. اگه هدف تو داشتن یک زندگی شاد و رسیدن به اصل خوشبختیه، پس چرا با افکار پوچ و بی‌معنی مانعی سر راه زندگی جادویی خودت میشی؟ تو حق داری زندگی کنی و زندگی همین حق رو به تو داده. پس بیا و چیزی رو انتخاب کن که حقیقتاً به اون علاقه داری و با شنیدن یا دیدنش همه غم‌ها و گرفتاری‌هات رو به فراموشی میسپاری. به ویژگی‌های چیزی که دوست داری عشق رو اضافه کن. از احساساتت بگو و در مورد اون حرف بزن. به هر اتفاق خیر و هر اتفاق شیرینی که برای دیگران رخ میده هم واکنش نشون بده. مثلا اگه همکارت ترفیع گرفت یا به حقوقش اضافه شد، تو هم خوشحال شو. خوشحالی تو باید طوری باشه که انگار این اتفاق مبارک برای خودت رخ داده و با این کار اون اتفاق رو به سمت خودت جذب می‌کنی و در مدت کوتاهی برای تو رخ خواهد داد. برای اینکه قانون قدرت عشق برای جذب خواستهات عملی شه، باید جهان خودت رو از عشق سرشار کنی. از هر چیزی که به اون علاقه‌ای نداری فاصله بگیر. رو تو برگردون و بی محلی کن. در عوض به سمت چیزهایی برو که دوستشون داری. وقتی به سمت چیزهایی که دوستشون داری بری، قانون جذب هم فعال میشه و اون رو سر راهت قرار میده. فقط یادت باشه که تو شایستگی لازم و کافی رو داری و نباید لحظه‌ای در خودت تردید ایجاد کنی. اگه دیگران تونستن به موفقیت برسن، تو هم خواهی تونست. فصل 7. راههایی برای رسیدن به قدرت بیکران درون.
راه‌های در اختیار گرفتن نیروی عشق و علاقه در زندگی اونقدر آسونه که هر کسی، حتی کودکان، میتونن اونو یاد بگیرن. باید عشق رو به گونه‌ای توی زندگیت وارد کنی که انگار بار اولیه که این کار رو انجام میدی. این یعنی تو باید عاشق زندگی و زندگی کردن شی. فرقی نمیکنه که قبلاً چقدر به زندگی علاقه داشتی یا عاشقش بودی. اگه این موضوع 2% اونو به 100 یا 1000% افزایش بده. تنها با این میزان از عشق که میتونی احساس واقعی خوشبختی رو درک کنی و خوشحال باشی. خلقت تو با عشق صورت گرفته و اون در همه وجودت نهفته است و میتونی به میزان بالایی از اون برای دستیابی به رؤیاهات استفاده کنی. وقتی پایه زندگی تو بر اساس عشق ورزیدن استوار شده باشه، میتونی همه محدودیت‌ها رو از بین ببری. شاید براتون سوال باشه که چطور باید عشق ورزید؟ همونطوری که به شخصی علاقه دارید و عشق می‌ورزید، باید از صمیم قلب چیزی رو دوست داشته باشید و اون رو با تمام روحتون احساس کنید. برای این کار به دنبال چیزی برو که به اون علاقه داری. مثلا ماشین، ساختمون و حتی مواد غذایی که دوست داری رو دنبال کن. هر قدمی که برمیداری رو با این هدف بردار که میخوای چیزی رو پیدا کنی و به اون عشق بورزی. فقط از چیزهایی حرف بزن که به اون علاقه داری و فقط چیزهایی رو ببین که اونها رو دوست داری. با این کار احساس خوبی به تو دست خواهد داد و انتظار شیرینی در تو ایجاد خواهد شد. مدام به خودت بگو دوست دارم خبر خوشی بشنوم، دوست دارم موفق شم، دوست دارم شادی رو تجربه کنم، دوست دارم در حین رانندگی موسیقی مورد علاقه خودم رو گوش کنم و غیره و غیره. دوست دارم ها نباید از دهان و فکرت بیفته. وقتی به قلبت چیزهایی که دوست داری رو میگی، دنیا هم چیزهایی که تو دوست داری رو نشونت میده. برای این کار یه فهرست مورد علاقه در ذهن خودت ایجاد کن و هر زمانی که چیزی تو رو ناراحت کرد، سراغ فهرستت برو و علاقه‌مندی‌های خودت رو مرور کن. این کار باعث میشه که انرژی ادامه مسیر رو به دست بیاری و از تعلل دوری کنی. مهم نیست که چقدر کاستی در زندگی داری. مهم نیست که چقدر ناراحتی یا در مخمسه‌های زندگی گیر کردی. وقتی در وادی عشق پا بذاری، همه چیز امکان پذیر خواهد شد. مدام از خودت سوال بپرس که دوست داری چه چیزی رو ببینی؟ چه کسایی رو ملاقات کنی یا در چه مسیرهایی قدم برداری؟ هرچقدر بیشتر سوال بپرسی، بیشتر روی ذهن سرکشت کنترل خواهی داشت. فراموش نکن که تو فرماندهی ذهنت رو بر عهده داری و باید هر کاری انجام بدی تا کنترل اون از دستت خارج نشه. کلید سپاسگزاری. شاید باورش سخت باشه، اما سپاسگزاری مثل یک معجزه در زندگی تو عمل خواهد کرد. تو سپاسگزاری میکنی و این باعث میشه که نعمتهای زندگیت افزایش پیدا کنه. هر لحظه رو به خاطر نعمتهای الهی سپاسگزار باش. همواره بگو خدایا به خاطر همه چیز ممنونم. میتونی این قدردانی رو از خداوند یا انسانهایی که در اطرافت هستن آغاز کنی. با تمرکز روی کسی که میخوای از او سپاسگزار باشی، درهای رحمت رو به روی خودت باز کن. سپاسگزار بودن هیچ خرجی نداره و رایگانه، ولی باعث میشه که روزی تو افزایش پیدا کنه. پس این روند رو در پیش بگیر. 1. برای هر چیزی که تا به حال توی زندگی خودت دریافت کردی سپاسگزار باش. 2. برای هر چیزی که در زمان حال اون رو دریافت میکنی سپاسگزار باش. و 3. برای هر چیزی که توی زندگی به اون علاقه‌مندی سپاسگزار باش. قدردانی مثل پلی استوار عمل میکنه و تو رو به ساحل امن آرزوهات میرسونه. نمیشه در شرایط سخت زندگی و داشتن احساس دلزدگی شکرگزار بود. تبدیل شدن به یک انسان قدردان باید درونی باشه. تو باید قلباً شکرگزار نعمتهای الهی باشی و اجازه ندی که چیزی سد راه این موضوع قرار بگیره. سپاسگزار بودن باید آگاهانه انجام شه. گاهی اونقدر درگیر امور روزمره زندگی میشیم که یادمون میره سپاسگزار باشیم. حتی خودمون رو فراموش میکنیم، چه برسه به این که بخوایم نعمتهایی که در اون قوطه‌ور هستیم رو بشمریم.
برای همین باید در هر شرایطی، چه زمانهایی که احساس شادی و خوشبختی می‌کنی و چه زمانهایی که در بدبختی به سر می‌بری، سپاسگزار باشی. کلید بازی. یکی از راه‌های مهم برای اینکه احساس بهتری داشته باشی اینه که با کمک تخیلات و تصورات خودت به خلق بازی‌هایی بپردازی. بازی همواره باعث نشاطت میشه و میتونی احساس خوبی داشته باشی. ما بازی کردن رو از یاد بردیم. زمانی که کودک بودیم بازی کردن برامون امری عادی بود. اما وقتی بزرگ و بزرگتر شدیم بازی رو جایی بین کودکی و بزرگسالی گم کردیم. برای بازی کردن باید درست همون کاری رو انجام بدی که کودکان انجام میدن. مثلا تصور کن که یک دوچرخه سوار حرفه‌ای هستی و میخوای در مسابقات دوچرخه سواری استقامتی شرکت کنی. اما ناگهان دکترها بهت میگن که به بیماری سختی گرفتار شدی. آیا تمرین رو رها میکنی؟ البته که نه. تو ادامه میدی و به این فکر میکنی که در طول دوره درمان در حال رکاب زدن هستی و کادر پزشکی هم اعضای تیم تمرینت هستن. به این ترتیب تو به راحتی به ناراحتی جسمی خودت غلبه میکنی و سال بعد قهرمان مسابقات دوچرخه سواری میشی. تخیل خودتو به بازی بگیر و اجازه نده که تخیل کنترل تو رو به دست بگیره. یادت باشه که تخیلات تو به واقعیت تبدیل خواهند شد. البته اگه به اون باوری راسخ داشته باشی. اگه چیزی رو در زمان حال تصور میکنی اما اون خواسته ای در آینده است، همین حالا شایستگی داشتنش رو داری. برای قانون جذب و قدرت عشق زمان معنایی نداره. و همین دلیله که میگم باید احساس کنی که همین حالا اون خواسته برات برآورده شده و توی مشتته. کلید عشق یعنی سپاسگزاری و بازی کردن با تخیل جزء طلایی ترین کلیدهای راز قدرته. اگه به این سه قدرت مجهز شی به هر خواسته ای میرسی. فصل 8. قدرت بیکران درون و ثروت. کمی زمان بگذارید و به این فکر کنید که در مورد پول و ثروت چه احساسی دارید. مردم میگن که به پول علاقه دارن، اما به شرطی که به میزان کافی اون رو در اختیار داشته باشن. این همون احساس شما در مورد پوله. بیشتر بودن اون یعنی داشتن حال خوب بیشتر. در دنیا بیشتر مردم احساس خوبی در مورد پول ندارن، چرا که 10% مردم دنیا سهم عمده‌ای از این ثروت رو در اختیار دارن. اما این اختلاف عمیق از این باور سرچشمه میگیره، اینکه ثروتمندان احساس خوبی در مورد پول دارن و تنگ دستان احساس بدی از خودشون در مورد پول منتشر میکنن. علت اصلی این موضوع به دلیل عقاید و باورهای منفیه. این باورهای منفی در ضمیر ناخودآگاه بیشتر مردم دنیا رسوخ کرده. مثلا از کودکی به ما گفتن که پول کثیفه، پول برای از ما بهترونه. ما نمیتونیم مقدار زیادی پول توی حساب بانکی خودمون داشته باشیم. اگه کسی ثروتمنده شک نکن که انسان درستی نیست. ما این مطلب رو به آسونی میپذیریم، بدون اینکه در موردش اطلاعاتی به دست بیاریم. قهرمانان زندگی همه ما در کودکی والدین و معلم هامون هستن. به همین دلیل شک نداریم که حرفشون درسته. البته تناقض عجیبی هم در این بین وجود داره. مثلا به شما میگن که نباید به دنبال پول باشید، ولی باید برای ادامه زندگی درآمد کسب کنید. البته شاید به دست آوردن شغلی که دیگران از شما میخوان باعث شه روی علاقه هاتون پا بذارید. این حرفها و اعتقادات حقیقت نداره. کسانی که به این دست از موضوعات علاقه‌مند هستن همونا رو به زندگی خودشون جذب میکنن. اما شما یاد گرفتید که زندگی چطور با شما رفتار میکنه و چه ارزشی براتون قائله. بین عشق و پول رابطه مستقیمی وجود داره. کسانی که عاشق پول هستن و برای اون ارزش قائل میشن به راحتی اون رو به سمت خودشون جلب میکنن و حتی پول به اون افراد میچسبه. قدرت بی‌نظیر عشق باعث میشه که پول به سمت عاشقانش به حرکت در بیاد. نمیتونید از قانون عشق فرار کنید. عشق در هر چیزی، حتی مسائل مادی که خیلی از شما اون رو بی ارزش میدونید، عمیقاً وجود داره و روی کیفیت زندگیتون تأثیر میگذاره.
مثلا به این موضوع فکر کنید که چرا بعضیا به راحتی در مسابقات جهانی برنده میشن. شخصی که یه بلیت میخره و فردای اون روز اسمش توی قرعه کشی در میاد. بسیاری از افراد فکر میکنن که قرعه کشی فقط فریبکاریه، ولی این فرد باور داره که تنها برنده یک مسابقه خواهد بود. البته بعضی از افراد در مسابقات بزرگ برنده میشن چون از قانون جذب برای برنده شدن استفاده کردن. اما این شیرینی دوام کمی داره، چرا که به خاطر طرز نگرش منفی و نادرست خودشون در مورد پول همه ثروت خودشون رو در مدت زمان کمی از دست میدن. زمانی که شما برای افکار منفی، غر زدن، نالیدن، ایراد گرفتن و مسخره کردن هر چیزی میذارید، دیگران در حال به حرکت در آوردن همه ثروت‌ها، نعمت‌ها و موفقیت‌های دنیا به سمت خودشون هستند. فرقی نداره که در چه شرایط مالی به سر میبرید. همواره عاشق پول باشید و به اون عشق بورزید. این بهانه رو نیارید که زندگی مالیم خوب نیست و فکر مثبت در مورد پول خنده داره. تا وقتی از درون به تغییر خودتون نپردازید، هیچ تغییری در دنیای بیرونی شما رخ نخواهد داد. وقتی احساس خوبی در مورد پول از خودتون منتشر نکنید، اون رو از دست خواهید داد. اما عشق مثل یک چسب پول رو به شما و کل زندگیتون میچسبونه. تنها نگرش شماست که این پول رو به زندگیتون جذب میکنه. اگه میبینید که همه زندگیتون در قرض فرو رفته، به دلیل کمبود میزان چسبندگیه. برای قانون جذب و قانون عشق فرقی نداره که در چه کشوری، چه دنیایی و با چه وضعیتی زندگی میکنید. اگه نیروی عشق رو به کار بگیرید، هر مانعی رو از سر راه خودتون کنار خواهید زد. وقتی یک صورت حساب به دستتون میرسه، احساس ناراحتی میکنید. این موضوع باعث میشه به طرز عجیبی صورت حسابهای بیشتری رو به سمت خودتون جذب کنید. مثلا در یک روز هم جریمه میشید، هم باید قبضها رو پرداخت کنید و هم ممکنه که یکی از وسایل خونه خراب شه. هر روز هر چیزی که عرضه میکنید رو دریافت خواهید کرد. اگه میبینید که در یک روز احساس خوبی ندارید، چیزی رو پرداخت نکنید، چون صورت حسابهای بیشتری به سمت شما جذب خواهد شد. در این راه نباید به تنهایی عمل کنید. باید تخیلتون رو به کار بگیرید. یعنی وقتی یه صورت حساب رو میبینید، احساس خوبی داشته باشید و خوشحال شید. نگید که باید از مالتون به زور بدید. بگید که هر روز حسابی که پرداخت میکنید برای خدمات فوق‌العاده‌ای که به شما ارائه میشه. هر صورت حسابی که پرداخت میکنید بالای اون بنویسید: سپاسگزارم، پرداخت شد. به خاطر پول و وجود اون در زندگی خودتون همیشه شکرگزار باشید. شما به میزان عشق و علاقه‌ای که نسبت به پول ارائه میدید، پاداش دریافت خواهید کرد. فرصت را برای افزایش پول غنیمت بشمارید. تعلل نکنید. به محض اینکه پولی به دستتون رسید، اون پول رو غنیمت بشمارید و با به کارگیری احساسات خوب خودتون اون رو چندین برابر کنید. وقتی پولی میپردازید، نسبت به اون عشق و علاقه از خودتون نشون بدید. به این بیاندیشید که پول شما با برکتی که داره دنیا رو زیباتر میکنه. هر وقت شنیدید که کسی پولدار شده، خوشحال شید، طوری که انگار خودتون به اون ثروت دست پیدا کردید. این هیجان نشون دهنده اینه که شما هم میتونید به اون دست پیدا کنید و ثروت چیزی غیر قابل دستیابی نیست. شغل، کاری که به اون مشغول هستید باید از عشق سرشار باشه. نباید وارد شغلی شید که به اون علاقه‌ای ندارید، چون در این صورت هیچ درآمدی به دست نخواهید آورد. تصور کنید شغلی دارید که به اون عشق می‌ورزید. هر لحظه اون براتون لذت بخشه. در این صورت به آسونی بالاترین میزان حقوق رو دریافت خواهید کرد. حتی اگه در شغلی نامناسب هستید، این نوع از تصور و تخیل کردنها به شما کمک میکنه که وارد مسیر کاری جدیدی شید. مسیری که در اون احساس خوبی دارید و هر روز مشتاقانه سر کار میرید. از همه مهمتر، حقوق خوبی هم به دست خواهید آورد. در این راه باید به راز بخشیدن پی ببرید. چقدر پول دارید؟ مقدار کمی از اون رو با تمام وجود به کسانی که نیازمند هستند ببخشید.
بخشش درهای نزول پول به زندگیتون رو باز میکنه و شما هم میتونید در دسته انسانهای ثروتمند قرار بگیرید. فصل 9. قدرت معجزه‌آسای درون و روابط. عشق میتونه در هر چیزی خودشو حل کنه. باید با هر کسی که روبرو میشید از عشق درونی خودتون به او هدیه بدید. زندگی داستانی نیست که دوباره تکرار شه. بازگشتی در کار نیست. بنابراین اگه دنیایی که در اون زندگی میکنیم سرشار از عشق باشه، اون وقته که میتونید خوشبختی رو احساس کنید. قانون عشق در همه جریانات زندگی وجود داره و میتونه کاربرد داشته باشه. قانون رابطه ها هم از این قضیه جدا نیست. فرقی نداره که چه کسی طرف مقابل شماست. باید بتونید عشق بدید تا عشق بگیرید. دوست داشتن دیگران به این موضوع ارتباط داره که شما بتونید خودتون رو دوست داشته باشید. وقتی وجودتون خالی از عشق به خودتونه، چطور عشق به دیگران امکان پذیره؟ وقتی خودتون رو دوست داشته باشید میفهمید که زندگی دیگران هم ارزشمنده و باید اونها رو هم دوست داشته باشید. همون میزان عشقی که به خودت میبخشی به همسایت، همکارت، اعضای خانوادت و فرد غریبه‌ای که او رو چند بار در یک کوچه دیدی هدیه بده. زمانی نمیگذره که بالاترین میزان عشق و خوشحالی رو دریافت خواهی کرد. اگه میبینید که رابطتون با دیگران در حد بسیار عالی قرار داره، به این معناست که شما برای این رابطه عشق و سپاسگزاری خرج کردید. اما اگه همیشه در جنگ و دعوا هستید، نشون میده که حس و حال منفی و ناراحت کننده‌ای رو در درون خودتون و دیگران پرورش دادید. بعضیا معتقدن که خودشون بهترین هستن و همیشه دیگران هستن که ایراد دارن. ایراد از شماست. وقتی وجودتون سرشار از خشم، نفرت، ترس و دلزدگیه، نمیتونید در جذب انسانهای دیگه موفق عمل کنید. نمیتونید عشق بدید و عشق بگیرید. درون باید تغییر کنه. درون شما باید بپذیره که تنها قدرتی که این کره خاکی رو استوار نگه داشته عشقه. عشق جریان داره تا تو باشی، من باشم و دیگران باشن. با عشق رابطه ها از سطح معمولی به پیوندهای عمیق میرسن و اینطور میشه که نسل بشر ادامه پیدا میکنه. وقتی خودت رو به قدرت عشق مزین کنی، بدیها از مقابل چشمانت پاک میشن و همیشه از رابطه‌ای که در اون قرار داری نیمه پر لیوان، یعنی خوبی‌های اون رو میبینی. این قدرت عشقه. قدرتی که دید تو رو تغییر میده و زندگی با انسانها رو برات دوست داشتنی تر میکنه. راز موجود در روابط. رازی در روابط نهفته و اون اینکه نباید خودتون رو مجبور کنید تا با کسی که دوستش ندارید یه رابطه ای رو ادامه بدید. اونا رو رها کنید و راه خودتون رو برید. البته این موضوع به این معنا نیست که با طرف مقابل دعوا کنید، اونو مورد انتقاد قرار بدید یا سعی کنید اون رو تغییر بدید. تنها مهربونی باعث میشه که روحتون تغذیه شه. اگه اونو به انواعی از توهین‌ها، انتقادات، خشم‌ها و نفرت‌ها مزین کنید، روحتون از بین خواهد رفت و شعله‌های عشق هم در وجودتون خاموش خواهد شد. از این رو وقتی از عشق سرشار باشید، میتونید دیگرانی همچون خودتون رو جذب کنید. البته شما مسئول خوشحالی دیگران نیستید. همه ما انسان‌ها گاهی در شرایطی ناراحت میشیم. به فکر فرو میریم و ممکنه عصبانی شیم. اما اگه فکر میکنید که شما مسئول رفع همه این ناراحتی ها هستید، اشتباه میکنید. شما باید از درون احساس شادی کنید و بدونید که شادی هر کسی در دست خودشه. تو شاد باش و در مورد هیچ چیزی نگرانی به خودت راه نده. به قانون جذب اعتماد کن، چرا که خودش هر کاری رو انجام میده. در روابط باید در خصوص برچسب زدن به دیگران و سخنچینی محتاط باشی. قدرت قانون جذب باعث میشه که هر برچسبی که به دیگران میزنی به خودت زده شه و پشت سر هر کسی که حرف بزنی پشت سرت حرف بزنن. این دنیا در بدبستونی عجیب قرار داره و اگه بر روال منفی و نادرستی از رابطه قدم بردارید، همون به سمت خودتون خواهد اومد و قدرت عشق رو دفع خواهید کرد.
در این بین نباید بدون اندیشه از خودتون واکنش نشون بدید. مثلا اگه شرایطی باعث شد که از دیگران عصبانی شید و بخواید حرف نادرستی بزنید، کمی صبر کنید. اجازه ندید که افکار و اعمال منفی کنترل شما رو به دست بگیره. برای کنترل احساسات خودتون به آهنگ‌های گوش بدید که آرومتون میکنه. برای کاهش سلطه قدرت‌های منفی به دنبال چیزهایی باشید که دوست دارید. در این صورت هم افرادی رو میبینید که به علاقه‌مندی‌های شما احترام میگذارن. اگه کنترل احساسات خودتون رو به دست بگیرید، ریشه‌های دلسوزی و خفت رو از خودتون دور خواهید کرد. دوست داشتن میتونه از شما محافظت کنه، چرا که دورتون حاله‌ای از انرژی‌های مثبت رو شکل میده. این انرژی‌ها باعث میشه که افراد خاصی که خودشون مزین به قدرت عشق هستند به شما جذب شن. به همین دلیل باید خودتون رو از بند احساسات منفی خلاص کنید. فصل 10. قدرت جادویی درون و سلامتی. اگه از شما بپرسم که سالم بودن چه معنایی داره، احتمالاً میگید که به معنای بیمار نبودنه. اما سلامتی معنای دیگه ای داره. سالم بودن به این معنی نیست که شما بیماری خاصی ندارید، بلکه باید برای یافتن معنای سلامتی به بچه‌ها مراجعه کنید. اونا حالشون خوبه. این خوب بودن از درون اونها نشأت میگیره. بچه‌ها هر روز خوشحالن و سرشار از انرژی‌های مثبت هستن. از هر ناراحتی و اضطرابی به دور هستن و اصولاً نمیدونن که نگرانی چه معنایی داره یا برای چی باید از چیزی ترسید. با نگاه کردن به بچه‌های کوچیک یاد میگیرید که باید احساسی که در اون دوران داشتید رو به دست بیارید. نگران نباشید. هر زمانی که بخواید میتونید دوباره چنین احساسات خوب و بیمانندی رو داشته باشید. این موضوع تنها با کمک قدرت عشق امکان پذیر خواهد بود. انسان همونیه که میاندیشه. اگه باور دارید و این جملات رو میگید که به راحتی مریض میشم، نمیتونم وزن کم کنم، به همه چیز آلرژی دارم، فقط با یه فنجون قهوه میتونم بیدار بمونم و جملاتی از این دست، همیشه بیمار و کسل خواهید بود. هیچ کدوم از این حرفا واقعیت نداره. اون چیزی که مهمه باور شماست. شما نظری رو وارد ذهنتون میکنید و بعد در اونو میبندید و اجازه نمیدید که افکار و اندیشه‌ای جایگزین وارد ضمیر ناخودآگاهتون بشه. این افکار منفی حتی اگه نادرست هم باشن کار خودشونو میکنن. یعنی باعث میشن که شما طبق همون باورها رفتار کنید. با اینکه علم پزشکی بسیار پیشرفته شده، اما بیماری ها هم افزایش پیدا کرده. این مهم به این دلیله که ترس انسان ها هم در مورد بیماری و احتمالات پیرامون اون بیشتر شده. هرچقدر در مورد بیماری و سلامتی تلقین کنید، به همون مقدار هم بیماری و سلامتی دریافت می کنید. بیماری و احساسات با هم ارتباط نزدیکی دارن. هرچقدر احساس سلامتی و شادابی داشته باشید، به همون مقدار هم میتونید سلامتی رو جذب کنید. هرچقدر هم دائما در فکر و نگرانی بیماری باشید، به مراتب همون رو به دست خواهید آورد. این موارد حکایت از اون داره که درون شما جهان کاملی وجود داره که تحت فرمان شما کار میکنه. تمام اعضای بدن شما نقش مهمی در سلامتیتون ایفا میکنن. هر کدوم هدفی دارن و با در کنار هم قرار گرفتن و هماهنگی که با هم دارن به شما زندگی میبخشن. تمام سلولهای بدن قادر به شنیدن حرفهای شما هستن. اونا میتونن فکر، احساس و هر جمله‌ای که به خودتون میگید رو بشنون. اگه شما همیشه با خودتون بگید در سفرهای هوایی همیشه هواپیما زده میشم، سلولهای بدنتون اون رو به عنوان یک دستور میپذیرن و همیشه در هر سفری دچار هواپیما زدگی میشید. تنها راهی که میتونه سلامتی رو به بدن شما هدیه کنه قدرت عشقه. برای تک تک اعضای بدنتون، برای سلامتی و برای کارکردهای خوبشون احساس خوبی داشته باشید و سپاسگزار باشید. هر چیزی که میخورید و مینوشید شکر اون رو به جا بیارید. قدرشناسی از غذا باعث میشه که ساختار موجود در غذا و نوشیدنی های شما تغییر کنه و این موضوع روی سلامتی شما تأثیر مستقیمی میگذاره و نیروی جادویی ایجاد میکنه.
اگه دوست دارید که بدن سالمی داشته باشید، اون رو در ذهن خودتون مجسم کنید. در هر قسمتی از بدن خودتون که احساس ناراحتی می‌کنید متمرکز شید و به اون قسمت عشق بورزید. مسیر فکر خودتون رو از اینکه همیشه بیمار هستید به اینکه همیشه در سلامتی به سر میبرید تغییر بدید. فصل 11. قدرت بیکران درون و شما خود قانون جذب هستید و هر چیزی که احساس میکنید به سمتتون جذب میشه. شما دائما در حال پرورش احساسات درون خودتون هستید. زمانی که احساس پریشونی دارید همون رو به سمت خودتون میکشونید و انسانهای پریشون و بدحال سر راهتون قرار میگیرن. این موضوع نشون میده که داشتن یک احساس خوب قبل از شروع روز و قبل از انجام هر کاری چه تأثیر مثبتی در زندگی شما میگذاره. تنها زمانی خوبی ها رو به سمت خودتون جذب میکنید که برای خوب بودن و داشتن احساس خوب وقت بگذارید. به تماشای فیلم زندگی خود بپردازید. زندگی شما از هر فیلمی جذاب‌تره. اگه میخواید که از قدرت عشق سرشار شید، باید فیلم زندگی خودتون رو تماشا کنید. البته نباید در حین تماشا خوابتون ببره یا صدایی مثل زنگ تلفن حواستون رو پرت کنه. شما باید هوشیار باشید چون ممکنه متوجه پیام‌های زندگی خودتون نشید. هر چیزی که وارد جریان فیلم زندگی شما میشه به خاطر انرژی خودتون بوده. اگه فیلمتون غمگینه و دائم در بدهکاری و بدبختی به سر میبرید، به این دلیله که همیشه احساس بدی از خودتون منتشر کردید. هر چیزی که توی فیلمتون وجود داره با انرژی جاری درونی شما مطابقت میکنه. وقتی ماشین پلیس رو میبینید چه احساسی در شما ایجاد میشه؟ شاید حس کنید که چیزی در خطره یا احساس کنید که دنیا سر تا سر در نظم و امنیت به سر میبره. دنیایی که در اون زندگی میکنید به تعابیر شما بستگی داره. شما با هر تعبیری قسمتی از فیلم زندگی خودتون رو میسازید. برای جذاب کردن و جذب کردن نیروی عشق در زندگی باید برای خودتون یک سمبل انتخاب کنید. مثلا خورشید رو سمبل خودتون قرار بدید تا هر وقت که به اون نگاه میکنید از قدرت بیکران عشق سرشار شید. محدودیتی برای انتخاب سمبل‌های زندگی خودتون ندارید. میتونید صداها، تصاویر، پرندگان و هر چیزی که دوست دارید رو به عنوان سمبل انتخاب کنید و با نگاه کردن به اون نیروی عشق رو جذب کنید. هر کاری که میکنید عشق بورزید. اگه میبینید کسی ناراحته برای او عشق و آرامش آرزو کنید. برای بهبود حال فردی که کسالت داره دعا کنید و عشق بفرستید یا هر چیزی که میخرید به اون عشق بورزید. از قدرت بی انتهای عشق برای هر چیزی استفاده کنید. مثلا برای بیدار شدن از خواب، مشاور خانواده، بهبود روابط فردی و هر چیز دیگه‌ای. با کمک عشق میتونید بزرگترین نیروهای دنیا رو با هم متحد کنید تا به اهدافی که توی زندگی دارید برسید. شما هستید که به زندگی معنا و مفهوم میبخشید. هیچ چیزی در اصل خودش بد یا خوب نیست. شما هستید که به اون برچسب خوب یا بد بودن میزنید. زندگی که همیشه با افکار مثبت و عشق همراه باشه میتونه پیوسته شما رو به سمت زیبایی و عشق هدایت کنه. چرا که قدرت عشق قدرتی بی پایانه. فصل 12. قدرت بیکران جاودانه درون و زندگی. از نظر ما حیات زوال ناپذیره. شاید بتونیم نبود خودمون رو تصور کنیم، اما عدم وجود طبیعت غیر ممکنه. به همین دلیل نمیتونید چهره جدید یک مخلوقی که به تازگی دنیا رو ترک کرده رو ببینید، چون چشم بصیرت ندارید. هیچ کدوم از نیروهایی که به عشق وابسته هستند دیده نمیشن. عشق و متعلقات به اون همیشه احساس میشه. وقتی در بالاترین درجه از عشق ایستاده باشید میتونید با تمام وجودتون این قدرت بیکرانگی که بر هستی حاکمه رو ببینید. وقتی که جسم مادی خودتون رو ترک میکنید به بالاترین و غیر قابل تصورترین درجه عشق میرسید.
عصر باستان این باور وجود داشت که هر کسی که بتونه بالاترین درجه وفور عشق رو تجربه کنه وارد بهشت شده. اما نیازی نیست برای دیدن بهشت جسم مادی رو ترک کنید. بهشت همینجاست و در درون شما قرار داره. باید به دنبال بهشت زمینی خودتون باشید. اگه بهشت رو در زمین پیدا کردید یعنی در بالاترین درجه عشق قرار دارید و اعماق وجودتون از اون سرشاره. شما توی زندگی جاودانه اید. به این دنیا اومدید تا همیشه وجود داشته باشید. شاید روحتون این جسم فانی رو ترک کنه، اما روحتون همواره زنده خواهد بود و نیستی در اون وجود نداره. به همین دلیله که نمیتونیم نابودی و نبود طبیعت رو تصور کنیم، چرا که خودمون بخشی از اون هستیم. شما آفریده شدید که فقط شادی و عشق رو تجربه کنید. بالاترین درجه عشق بر اساس بخشش بنا شده. شاید اگه کسی در گذشته به من میگفت که باید بخشش کنی، میگفتم که این کار رو انجام نمیدم، چون خودم توی زندگی گرفتار جور کردن دخل و خرجم هستم. اما حالا میگم که تنها با بخششه که از گرفتاری ها رها میشم. وقتی از یک مشکل رهایی پیدا میکنید، مشکل دیگه ای از راه میرسه. در این شرایط بازم مشغول درگیری های زندگی میشید. در این بین تنها چیزی که میتونید ببخشید و باید این کار رو انجام بدید عشق و محبته. اشتباه نکنید. قرار نیست که ثروتمند باشید تا بتونید ببخشید. عشق باید از درون بیاد. ظاهر پولدار یا تنگ دست شما نمیتونه عشق درونی شما رو افزایش بده یا اونو از بین ببره. بهترین ثروتی که میتونید ببخشید عشقه. با عشق هر چیزی به سمت شما سرازیر میشه و هر روز غنی‌تر از دیروز خواهید شد. تنها چیزی که با اون خلق شدید و تا آخر عمر همراه شما خواهد بود همین عشقه. مجهز بودن به سلاح عشق شما رو از هر سلاح دیگه‌ای بی‌نیاز میکنه. هر زمانی که بخواید مثبت باشید و مثبت زندگی کنید، اون وقته که جهانتون از ابتدا تا انتها نورانی خواهد شد. این همون راز قدرته.